من اشکان خرد هستم از پیج کجای ایران. امروز میخوام براتون از همای سعادت بگم، پرنده‌ای افسانه‌ای و رازآلود که از دیرباز در فرهنگ و اسطوره‌های ایران جایگاه ویژه‌ای داشته. هما پرنده‌ای است که میگن هرگز بر زمین نمی‌نشیند و همیشه در آسمان‌ها در پرواز است. به همین دلیل نماد بلندی، آزادگی و رهایی شده. در باورهای کهن ایرانی آمده هر کس سایه پرنده هما بر سرش بیفتد به سعادت، خوشبختی و پادشاهی میرسد. برای همین به آن مرغ سعادت میگویند. نقش هما را میتوان بر سرستونهای تخت جمشید دید، جایی که این پرنده نماد قدرت، فره ایزدی و مشروعیت پادشاهی بوده. در افسانه‌ها هما برخلاف پرندگان شکاری کسی را نمی آزارد و همین ویژگی آن را به نشانه‌ای از عدالت و بزرگی روح تبدیل کرده است. حتی در ادبیات فارسی هما همردیف بخت و اقبال نیک آمده و شاعران از آن به عنوان آرزوی دست نیافتنی یاد کردند. هما فقط یک پرنده نیست، بلکه تصویری از امید، آرزو و باور مردم ایران به روشنایی آینده است. من اشکان خرد هستم و اگر به تاریخ، افسانه‌ها و زیبایی‌های ایران علاقه دارید، حتما پیج کجای ایران رو دنبال کنید.